مرد جوانی در حالی که نفس نفس میزد گفت بهلول دیوانه را ندیدی؟ خادم مسجد پرسید تو کیستی؟ مرد جواب داد من از شاگردان شیخ بزرگ جنید بغدادی هستم، اما استادم مرا به دنبال بهلول فرستاده و اینک در انتظار او به سر میبرد. خادم مسجد گفت چند روزی است که بهلول به مسجد نیامده. به گمانم از شهر خارج شده و در بیابانهای اطراف شهر میگردد. مرد جوان از خادم تشکر کرد و به سرعت به راه افتاد. جلوی دروازه شهر بغداد به شیخ و دیگر شاگردانش رسید. چند کلمه‌ای با شیخ حرف زد و سپس همه از شهر خارج شدند. خورشید به شدت میتابید و اشعه طلایی‌اش را بر سرتاسر بیابان میپاشید. تا چشم کار میکرد بیابان بود. شیخ پیشاپیش شاگردانش جلو میرفت و بی توجه به گرمای سوزان و تشنگی راه میپیمود. ناگهان از دور چشمانش به چند تپه کوچک افتاد. یک سیاهی از دور بر فراز تپه دیده میشد. جلوتر رفتند و مردی را دیدند که بر فراز تپه نشسته بود و به دوردست نگاه میکرد. شاگرد جوان شیخ گفت به گمانم بهلول باشد، اما عجیب است که در این وقت روز در این بیابان در زیر تابش خورشید نشسته. یکی از شاگردانش گفت شنیده ام دیوانگان در برابر سرما و گرما تحمل زیادی دارند. بعد با صدای آهسته به بغل دستی خود گفت نمیدانم شیخ با این دیوانه چه کار دارد که در این هوای گرم در بیابان سفر می کند. دیگری گفت حتما حکمتی در کار است. شیخ صدای گفتگوی آنها را شنید. لحظه ایستاد و گفت میخواهم از او چند سوال بپرسم. شنیدم مرد دانشمندی است و بعد دوباره به راه افتاد. به نزدیکی تپه رسیدند. بهلول متوجه نبود و داشت به روبروی خودش نگاه میکرد. صدای شیخ او را به خود آورد. سلام بر تو ای بهلول. بهلول به پشت سرش نگاه کرد. از دیدن شیخ و شاگردانش تعجب کرد. با دهان باز نگاهشان کرد و گفت در بیابان هم مرا تنها نمیگذارید؟ شیخ جلو رفت و گفت آیا تو بهلول هستی؟ بهلول جواب داد آری، اما تو کیستی و با من چه کار داری؟ شیخ گفت من شیخ جنید بغدادی هستم. بهلول تبسمی کرد و گفت تو همان شیخ معروف بغداد هستی که مردم را ارشاد می کنی؟ شیخ جواب داد آری. بهلول به شاگردان شیخ که زیر آفتاب عرق از سر و رویشان می چکید نگاهی انداخت و بعد گفت این بیچاره ها را در این گرما از شهر خارج کرده ای که چه شود؟ شیخ جواب داد همه مایل بودیم تو را ببینیم. بهلول گفت آیا تو واقعا شیخ جنید هستی؟ شیخ گفت آری، من شیخ جنید بغدادی هستم. بهلول گفت خب بگو ببینم چگونه غذا میخوری؟ شیخ کمی خود را جمع کرد و بعد گفت اول بسم الله میگویم. آنگاه از غذایی که جلوی من است لقمه کوچک بر میدارم و آن را به سمت راست دهانم میگذارم و آهسته آن را میجوم. هنگام غذا خوردن به لقمه دیگران نگاه نمی کنم و در اول و آخر غذا دستهایم را میشویم. بهلول چهرهش را در هم کشید و روی خود را از شیخ برگرداند. بعد گفت تو راهنمای مردم هستی اما خودت آداب غذا خوردن را نمیدانی. ناگهان همهمه‌ای در میان شاگردان افتاد. شیخ با تعجب به همراهانش نگاه کرد و با خود گفت عجیب است، اینها که من گفتم آداب صحیح غذا خوردن است که از بزرگان دین سفارش کردند. صدای یکی از شاگردان را شنید که گفت ای شیخ، حرفای بهلول را به دل نگیر، او دیوانه است، نمیداند چه میگوید. شیخ فکری کرد و بعد گفت سخن راست را باید از دیوانگان شنید. بعد رو برگرداند تا با بهلول حرف بزند.
اما ناگهان دید بهلول از بالای تپه سرازیر شده است. از بالای تپه او را دید که با سرعت در بیابان پیش می رود. رو به شاگردانش کرد و گفت او دارد می رود. تا از ما دور نشده باید به او برسیم. شاگردان به دنبال شیخ از تپه بالا رفتند و از آن طرف سرازیر شدند. بهلول از آنها دور شده بود و مانند نقطه سیاهی در بیابان پیش می رفت. شیخ مدتی با قدم‌های تند به دنبال او رفت، اما ناگهان شروع به دویدن کرد. شاگردان خسته و نفس‌زنان به دنبال شیخ در بیابان می‌دویدند. بهلول ایستاد و به پشت سرش نگاهی کرد. با دیدن آنها لبخندی زد و روی سنگی نشست. مدتی بعد شیخ و شاگردانش خسته و نفس‌زنان از راه رسیدند. شیخ کنار بهلول نشست و گفت سوال دیگری بپرس تا به تو جواب دهم. بهلول به شاگردان شیخ که از گرما و خستگی کلافه شده بودند و عرق از سر و رویشان میچکید نگاهی کرد. یکی از شاگردان نگاه تندی به بهلول انداخت و گفت این دیوانه کارهای عجیبی میکند. شاید قصد دارد که ما را اینجا هلاک کند. شیخ نگاه معناداری به شاگردش کرد و به او فهماند که ساکت شود. بعد به بهلول گفت خواهش میکنم به حرف شاگردانم توجه نکن و سوالت را از من بپرس. بهلول گفت آیا سخن گفتن میدانی؟ شیخ جواب داد آری، همیشه به اندازه سخن میگویم و بی حساب حرف نمیزنم. مردم را با سخنانم به طرف خدا و رسولش دعوت میکنم، اما زیاد موعظه نمی کنم که کسی از سخنانم خسته و بی‌حوصله شود. بهلول از روی سنگ بلند شد، لباسش را تکاند و گفت تو سخن گفتن هم نمیدانی. بعد دوباره با قدم‌های تند حرکت کرد و از آنها دور شد. شیخ به فکر فرو رفت و با خود گفت باز هم من آنچه را که از زبان بزرگان دین سفارش کرده اند گفتم، اما بهلول نپذیرفت. چه سری در کار است که او این گونه با من رفتار می کند؟ بعد صدای یکی از شاگردانش را شنید که گفت ای شیخ ما بیهوده وقتمان را تلف می کنیم. همه می دانند بهلول دیوانه است. اگر مردم شهر بدانند که شیخ بزرگشان به دنبال سخنان بیهوده این دیوانه در بیابان می گردند به شیخ بدگمان می شوند. بیا تا دیر نشده به شهرمان برگردیم. شیخ باز هم گفت سخن راست را باید از دیوانگان شنید و بعد به دنبال بهلول راه افتاد. شاگردان شیخ چند لحظه ماندند و این پا و اون پا کردند. به هم گفتند حال شیخ خوب نیست، باید او را برگردانیم. بیایید به شهر برگردیم. این هوای گرم دارد مغز ما را آب می کند. یکی گفت مگر می شود شیخ را با این دیوانه در این بیابان تنها گذاشت؟ بیایید به دنبالشان برویم. چند نفر از شاگردان راه افتادند و بقیه با بیمیلی به دنبال آنها کشیده شدند. بهلول از پشت سر صدای شیخ را شنید. صبر کن بهلول، صبر کن. بهلول ایستاد. شیخ سراسیمه به او رسید و گفت باز هم بپرس، من این بار سؤال تو را به درستی پاسخ خواهم داد. بهلول گفت بیفایده است شیخ، من هرچه از تو میپرسم تو درست پاسخ نمیدهی. شیخ با لحنی پر از خواهش و تمنا گفت قول میدهم پاسخ صحیح بدهم. در این لحظه شاگردان شیخ رسیدند. آنها توان راه رفتن نداشتند و همانطور روی زمین رها شدند و در حالی که با گوشه دستار خود را باد می زدند صدای اعتراضشان بلند بود. این بازی تا کی ادامه خواهد داشت؟ از بس بر این خاک داغ قدم برداشتیم پاهایمان تاول زد. ای شیخ تمنا می کنیم هرچه زودتر برگردیم. شب در این بیابان امن نیست. درندگان و راهزنان هر گوشه کمین می کنند. شیخ بی توجه به حرف شاگردانش گوشه قبای بهلول را گرفته بود و تکان میداد و میگفت تمنا میکنم بپرس، من عاقبت به سوالهای تو پاسخ صحیح خواهم داد. بهلول گفت این آخرین سوال است. اگر پاسخ ندهی باور نمی کنم که تو شیخ جنید معروف باشی. حالا بگو بدانم چگونه میخوابی؟
شیخ به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه سکوت گفت چون از نماز و دعا فارغ می شوم لباس خواب می پوشم و آنچه آداب خوابیدن از رسول الله صلی الله به ما رسیده به جا می آورم. همین که شیخ این جواب را داد ناگهان بهلول از شیخ رو برگرداند. اما قبل از اینکه حرکت کند شیخ دو دستی لباس او را چسبید و گفت حالا که پاسخهای مرا قبول نمی کنی تو را به خدا قسم می دهم که پاسخ صحیح را به من بگویی و مرا تعلیم بدهی. بهلول به شیخ نگاهی کرد و گفت باشد به تو می آموزم اما جامه‌ام را رها کن. شیخ لباس بهلول را رها کرد و در انتظار شنیدن سخنان او به دهان بهلول چشم دوخت. شاگردان شیخ خستگی از تنشان بیرون رفته بود. از روی زمین بلند شدند و در مقابل بهلول ایستادند. بهلول تبسمی کرد و گفت من 3 سوال از تو پرسیدم و تو به هر 3 پاسخ دادی، اما آنچه گفتی اصل نبود بلکه پاسخهای فرعی بود که تو دادی. بدان که آداب اصلی غذا خوردن آن است که لقمه‌ای که میخوری حلال باشد. اگر لقمه حرام را با این آداب که تو گفتی میل کنی حلال نمی شود و سبب تیرگی دل می گردد. درباره سخن گفتن هم اصل آن است که باید برای رضای خدا باشد، زیرا اگر حرف زدن برای دنیا باشد خاموشی از سخن گفتن بهتر است. اما درباره خوابیدن باید موقع خواب بغض و کینه و حسد در دل نداشته باشی و به جای آن یاد خدا در دلت باشد تا به خواب بروی. ناگهان چند قطره اشک در چشمان شیخ حلقه زد و با صدای بغض‌آلود گفت به راستی که تو از همه مردم این شهر عاقل‌تر و داناتر هستی. بهلول تبسمی کرد و از شیخ و شاگردانش دور شد. وقتی می رفت یکی از شاگردان گفت عجیب است چرا این مرد با این همه دانش و علم مانند دیوانه ها زندگی می کند. شیخ گفت عجیب تر از همه این است که به جای آنکه من از او سوال کنم او از من پرسید و با 3 پرسش 3 موضوع اساسی را به من آموخت. بهلول از آنها دور شده بود، اما شیخ و شاگردانش به مسیری که او می رفت چشم دوخته بودند و در دل او را تحسین می کردند.